درود بود به دوستان عزیز. اومدیم یه ویدیو برای گرفتن گان لولی تامسون. انشالله با 1573 ببینیم گان لولی میبینیم با چند اسپین در میون، مخصوصا که همش با اسپین آخر دیگه همش رو باید بزنیم، ولی بازم ببینیم با سفیدی ببینیم این کانت سفیدی خودشون نشون میده بهمون یا نه. میریم. خب دوستان ما اومدیم برای گان لولی تامسون اسپین بزنیم که ما دوتاشو زدیم. تامسون گان لولی خوبه، دوتا رید داره و یه دمیج و یک رزسپول هم کم داره. اون چالش های دیگه که نمیزنیم براش. خب ببینیم باگ میکنه یا نه. میزنیم دیگه. 1 2 3. شانس نداریم متاسفانه، نشد. یه بار دیگه امتحان کنیم. دیگه داداشم نمیدونم، همینطوری میزنم دیگه. ببینیم چی میشه. انشالله بهمون بده دیگه. ایلا شینکاره نه. خب 1 و 400 لعنتی باز باید همشو بدیم. خب اینجا رو یه نگاه کنیم. کنم بسیطو حاجی خال لعنتی یه جور نشون داد پشمام ریخت بگرم گرفتیم گان لولی رو، ولی نه شدیت کرد این کاره دهنش رو سرویس دیگه. آقا اسپین آخره دیگه، باگ ماگی دیگه در کار نیست، میزنیم دیگه. لعنتی گرفتیمش ولی باید دست قلب میداد. حالا بله تامسون رو گرفتیم و هیچی هم از جمعون هم نبود. بله این لاشی گاره نه، این لاشی امن خراب. خب این کمپیچل تامسون همون رو نشون میده. حاجی تامسون به به تامسون گان مورد علاقمه. خب یه چیز گرفتم نه. خب بریم دیگه برای ارتقاش. گانا رو بزنیم. تامسون برای ارتقا 30 تا برای لول اول رفتیم لول دوم. قدرتشو نشون داد. 1 دمیج و یه رید. خب یه 60 تا دیگه بریم برای لول 3 بچه‌ها. عالی. ولی چرا لول 3 شکم بد قیافه شده؟ یه جور دیگه نشون میداد تو بازی. هیچی دیگه. اوکی خب دیگه ما این گانو گرفتیم. گارنا کرد تو پاچم. باش خب دیگه دوستان عزیز دیگه این کار نمیکنم اگر بریم باش یه دست بازی کنیم. اوکی ما دیگه فیلم قطع کنیم و با اجازه بقیه انشالله گان لولی بعدی که اگه اشتباه نکنم پارافل با AN94، یعنی این گان عزیز که ما نگرفتیم لولیشو و پارافل هم همونجا بود. اشتباه کردم. آره پارافل هم اینجا که هیچ کدومش نده. انشالله که این اومد پارافل بگیریم. خب دیگه دوستان کاری باری با اجازه بقیه ما که رفتیم.